بلاین دیت امروز بین اکبر و سغرا هستش. بریم ببینیم که سلیقه هر کدوم چه شکلیه. خط قرمز چیه؟ قاتل سریالی نباشه واقعا کنسل. حالا شما خط قرمز چیه؟ فلافلای از سکبازو نخور. شما آشپزی بلدی؟ مجبوری تا آخر عمرت املت بخوری. آشپزی شما چه جوریه؟ والا گوشت انسان خیلی خوب میپره. قرار اول کجا بریم؟ به نظر من هر جا استیک با سس قارچ نداشته باشه اصلا جای خوبی نیست. به نظر من همین بغل اصغر سکباز خیلی هم لاکچه. شما اوقات فراغتت چجوری سپری میکنی؟ آدم میکش. شما چطور؟ من یه چی اینجا دارم که با اون کار میکنم. حالا بعدم بهتون نشون میدم. خودت توی 3 کلمه معرفی کن. احمق، دیوونه، روانی. شما خودت تو 3 کلمه توصیف کن. روانی، شلمغز، فقیر. او پشمام توی روانی بودن وجه اشتراک داری. از چی میترسی؟ از روشنایی خیلی میترسم. شما چطور؟ از مورچه من خیلی میترسم. پرده رو ببینم اصلا این کیه؟ اینو کی را داد اینجا؟ تویی که